به دنبال عملیات نظامی شمشیر 7 عملیات دیگری تحت نام الماس دیروز در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز گردید. ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید عملیاتی که دیروز در مربوطات ولسوالی قیصار از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی آغاز شد ساحات زیادی از وجود شورشیان طالب پاکسازی گردیده است و افزود در میان کشته شدگان اتباع خارجی نیز شامل می باشد. ما امنا را دیدیم سوقی داره از زیرا اینم کوبندی صاحب میکنم. ما فقط مشوره دینده هستیم. اینم رقم اینطور بکنین، این رقم بکنین، اونجا تانگا جا جای کنین. امروز شما دیدین ما این انفجار نمیکرد بینی هیچ کس خون نشده اینا را ما همیشه شکست دادیم. در حدود 40 کیلومتر عالم اینجا آزاد شد. به گفته مسئولان اردوی ملی یکی دیگر از موفقیت نیروهای شامل در عملیات کشف و خنثی ساختن شمار زیادی از ماین‌های کنار جاده بوده که توسط تیم انجینری لوای اول در جریان پیشروی کشف و از بین برده شده است. مقام‌های لوای اول قل اردوی 209 شاهین مستقر در فاریاب میگویند عملیات مشابهی نیز در مربوطات ولایت بادغیس همزمان آغاز شده و قرار است این نیروها هم پس از تصفیه و تلاشی مناطق مسیر شاهراه به نیروهای امنیتی فاریاب وصل شوند.